دو از دست عقل گریبایده. طبیعت فهمیده. اکنون می‌بینیم مسئله تقدیر. چه برنامه تقدیری ما رو می‌ریزن؟ الان خیلی ممکنه که بس کردیم دیگه تطبیق دیگه نمیکنیم. این یکی از چیزهایی هست که پیش تو همین دوره را هر چند آدم و آرزو پلان تدبیر رو میدیدن، بعد نمیشد میگفت تقدیر با تو میخنده، بعد نمیموندند که فکر کنی، نمیموندند که زندگی تا چکار کنی، ایواز کنی. میگه به امتای محمد گرامی میگه امتی بهترین من اون است که تدبیر کنه، کارهاش با تدبیر پیش بره. ببینید در ما چی گفتن؟ تقدیر با تو میخنده، تو بعد نمیکنی چیکار؟ میشینی بعد میگویی چی خیر دستی من نمی آمده. این گریه بکشوی. تدبیر، دید، تحلیل، تحقیقات، اینها کارهایی هستند که باید در معنی سر ما شما باشن. تقدیر کی نوشته است برنامه؟ اکنون همه درست نوشتگی. برنامه ها هفته در ما کار کرده استن خوش رو. کی ویران میکنه این برنامه های ما را؟ کی ویران میکنه برنامه های ما را؟ یا که کسلی پیدا میشه، مشکلی پیدا میشه، زندگی کردن نمیتوانی، کی ویران میکنه؟ دشمنی اساسی تو رو نمیشناسه. یک کسی است که میخواهد که تو را تقدیر تا بد کنه. دوزخت برای کیست؟ شیطان. بگذار ما ببینیم که یک پرسناژ منفیه که دویم شما را چکار میکنه؟ با کارهای وابسته میکنه که در تقدیر شما بیماری ها و مشکلی ها که فعال شوند. در طبیعت خلق ما را کی ویران میکنه؟ فعل خراکتری ما را کی ویران میکنه؟ کسی که خود تربیه نمیکنه، خودش تربیه نمیکنه. آدم باید خودش چیکار کنه؟ خود تربیه کنه. خود تربیه. شخصیت ما را کی ما را کم بغل میکنه؟ کی ما را مشکلی ایجاد میکنه؟ کی ما را مثلا جنجال های اویلوی میدوزه؟ یک غلط پرابلم میکنه که شخصیت پست میشود، ناراحت میشود. کی میکنه این کارا؟ همینا رو کی ساز میکنه در ما شما؟ کی شخصیتی ما رو بیان میکنه؟ بیکاری. همه آدم بسیار وقت زنها برای چی در زنهای خانگی هیچ کار ندارن، میره کسل دولینش بلند قند شده است، همه کسل بالا شد. برای چی؟ برای اینکه آدم را بسیار بیاد اهمیت میشنن. حساب هیچی میکشه، هیچ خیرم میگرده، کی ای کار دل میاد، کی بر وقت میاد، همونا را فکر میکنه. در این حساب دیدم که فکری اویلا و فکری خونه و همی کمک باید آدم را چی دیدگی هم که هم خیلی میکنن. سهر خب بگه در تای جامعه یا زنشو پدروشکا رفتن واه بختم در خوب اینو را بینه دوش که سید کابر واه بختم در خوب این را بی با سید کابر بیش با موش بعد بگه شو میگه که تو به سید که اومدی. خیلی به هر حال بیکاری چکار میکنه آدم؟ وقتی آدم نشینه کن بیکار تمام.
ای بیکاری کدوکاری سر میشه، آدم زندگی ساخته نمیشه و شخصیتش چی میشه؟ شخصیتش ویران شدن میگه. برای یعنی ای خوردی و کار شغل بند کردن خودتون و نزدیکاتون بکنید. یک همسایه‌مون داشتیم زندگیش مشکل بود. حاضر همشون کار میکنن، همشون در دستشون سوم دارن، همون کمپیری و چشم بعد همون سوم سویت هم اسپورا و سوم کلمن ایش کسا نمیتیم. برای خیلی زندگیشون زتو چی؟ زتو یافتن. بیکار نمیشین. زدن این طرف اون طرف زدن رفتن عاقبت کار یافتن زندگیشون درست کردن. خانه و در خریدستن تونستن. میشود است بود. میشود. در خانه که شیشتی پرابلم سر میشه. کی فرهنگی ما رو ویران میکنه؟ آفرین. یک در تلویزیون هم میگه نه؟ جناب ولی هم میگه که فرهنگ چی؟ فرهنگ بیگانه. او با ما بیگانه. فرهنگی مثلا به عرف و عادت و شیست خیلی تاجیکانه ما چی است؟ ویران است. بعد چی میشه؟ تصور که مثلا در خارجه پدر و مادرش پیرشدن پیرخانهش میبرن. خلاص؟ در ما خدمت میکنه. خلاص؟ فرقیت هست؟ هر فرهنگ بیگانه که اومد باید چیکار میکنن؟ و میگه گوش که کار بسیار دارم برش. اونجا خبرش میگه. سببش همون تاثیر چیست؟ فرهنگ بیگانه. دویم فرهنگ قپیدن، مثلا بسیار چیزها قپیدن، این برای ما و شما بسیار چیست؟ بسیار مهم است. من باید بازی کنم. هیچ کار نیست. او دکتر کماروف برنامه‌اش نگاه کنید، یک طرف پدر و مادر، یک طرف کودک‌ها بازی دارن. همون یه چی پیاچ همین چی که ما خیلی هم با خدا خواهد وسیع‌تر کرده میشه برای اینا میکنه. این کم صحتی شده است میفرست چکر کنه؟ فرهنگ عقلی ما را کی ویران میکنن؟ چی ویران میکنند عقلی ما؟ بسوادی و نگاه کنید عقیده های بیگانه. عقیده یک گپی که مثلا با ملت بخواست چی ما راست نمیگه. مثلا میتوند همیشه آدمی باشد بگه که گوش کن تو ترای خیلی نکنن صحت نمیشه. او عقیده شه. و چی میشه؟ همون آدم اگر قبول کنه تمام 100 دمگری بغداد بیار 100 پروفسوری مدینیسو بیار فایدهش نمیرسونه. برای که وای убеждение یعنی مطمئنیت در اینجا گرفتگی. احساس ما را کی ویران میکنه؟ نزدیکای خود ما. او کی نسترین ما را ویران میکنه؟ همون کسی که ما خطی وای زندگی داره نزدیک. هر روز خطی و چیکار داره سر کار داره. تنها را کی ویران میکنه؟ باز نکردن نگاه و بین. باید تنها را چکار کنید شما هر زمان؟ نگاه و بین کنید. هر زمان یه هفته با شست و شوش کردن، لباس عوض کردن، مثلا خیلی گرفتن ناخن‌ها، تازه کردن دندان‌ها، مثلا خیلی یک چیزهایی هست که بدن چکار می‌کنه. با در زن‌های باز چی است؟ باز با خوبتر و نخستر است که زن باید نزاکت خودش داشته باشد. نه؟ ای مردک باید کمتر چی؟ کمتر فرق کنه داخل زن است. برای همین یا که مرد مثلا نگاه بین همین تنه را نگاه بین کردی، خود و خوراکش دادی، تربیتش کردی، کارش فرمودی، حبابتش کردی، دارو رو سر وقتش دادی، خوابوندش خیزوندش که همین تنه را عادت کناندی با کارها چی، همین تنه گپگیر میشه.
لست تنها بالوتا چی میگیرن بالوتا گرفت چی میشد مشکل میشه کسل میشه یک میکروب میتونه چیکارش کنه کسل شد یک ویروس میتونه چیکارش کنه کسلش کنه او میگن گود گای مرید ای نفشاندن همین بینیه از زبان چی میگن توالت نوسا همین توزه نکردن بینیه همین آب در همین نزد بینی گرفتی چقور نبردی اگر odan pastipene çi میشه داشتش گایمرید میشه خودی برای آب چقور بردن در کار که همون تو همون جاهای در کاری رو یک مثال عادی آوردم امروز شما فهمیدید که برنامه ریزی ما داشته ایم و چیزهایی هستند که برنامه های ما رو چکار میکنن ویران میکنن برنامه ها را در کجا ساز کنیم انا مثلا برنامه ها ویران شدن کجا میره به شخصا کجا پیش ما میگوید که ما برنامه هاتون رو معین کنیم اون کنه برنامه خیلی است نه اینش خیلی است نه کار کردن نکن نه کار کردن نکن اینش دور درازتر است اینش نزدیکتر است اینش خوبتر است روز تا روز شما وقتی که فهمیدید برنامه های شما در درون شما صحت هستند برقرار شدن میگیرن انشالله و میشه برای دولت شهروندی سالم برای نزدیکاتون فایده آور کسی که شما میشینه خرسندی میکنن شما را میبینه الهام میگیره باوری پیدا میکنه که صحت شدن ممکن به دست و باز که باخبرتر شدید باز پولدارتر شدید میبینید ما را با آبادتر میکنیم وسیع‌ترش میکنیم که مردم زیادی را کمک رسونیم شکر خدا و وطن امن که ما امروز تنجیم امکان داریم که زندگی کنیم تبابت کنیم و کارهای هر روزه خود ما اجرا کنیم انا این بود موضوع امروزه ما و شما